در تاجیکستان هنگامه در بازار ارز اندکی پایان آمده است و قرب سامانی در برابر دلار تغییر زیادی نکرده است. بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی 1 دلار را در روز 16 مارس بیشتر از 5 سامانی و 58 درم تعیین کرده است، ولی در صرافی ها دلار را با قیمت اندکی بالاتر می خرید. روز جمعه بانک ملی به بانک ها و صرافی کشور امر داد که 1 دلار را 6 سامانی و 28 درم بخرند و 6 سامانی و 30 درم بفروشند. موضوع صحبت امروزه با همکارم عبدالله اشور درباره قرب سامانی و تاثیر چاره‌بینی های بانک ملی برای نگه داشتن قرب سامانی است. عبدالله، آیا صرافی ها و بانک های تجارتی دستورهای روز جمعه بانک ملی را اجرا می کنند؟ فرق بین قرب تعیین کرده بانک ملی تاجیکستان و قرب صرافی ها در سر کوچه ها همیشه بود، اما این ناچیز بود این فرقت. اما حالا این فرقت خیلی هم زیاد است. طوری میبینیم قربی که بانک ملی تاجیکستان تعیین کرده است برای مثال امروز برای 1 دلار 5 سامانی و 58 درم است، اما آن قربی که در صرافی ها در تابلوهاشون معین کردند 1 دلار را بر عوض 6 سامانی و 28 درم آنها خرید و فروش میکنند و این هم در حالی است که در اکثریت صرافی ها با همین قرب هم خریدن دلار بسیار مشکل شده است و برخی از نقطه های صرافی در کوچه های دوشنبه فعال نیستند. حالا هم و این گزارش ها هست که برای معاملات غیر قانونی با دلار، یعنی خرید و فروش مال با دلار در تاجیکستان چند نفر بازداشت شدند. این گزارش ها واقعیت دارند؟ واقعا هم امروز چنین دلیل ها آشکار شدند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان امروز اطلاع داد که 2 نفر تاجر را در شمال تاجیکستان در ولایت سوخت محض به جرم خرید و فروش ماشین با اسعار خارجی روبل روسی و هم دلار آمریکایی بازداشت کرده است. تاجران فرهاد ستارف و میرحامید براتوف یکی از دیگری با قیمت 4000 دلار آمریکایی ماشینش را فروخته است و از این رو کارمندان وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این 2 نفر را به جرم نقض قرارهای بانک ملی تاجیکستان درباره منع بودن خرید و فروش با اسعار خارجی بازداشت کردند. تشکر. همکارم عبدالله اشور از دوشنبه صحبت می‌کرد.